سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز با نام و یاد خدا. در این ویدیو ما نحوه الگوریتم پیدا کردن فریکوئنت آیتم ست ها رو توضیح خواهیم داد. در کتاب دو سه تا روش مهم برای پیدا کردن فریکوئنت آیتم ست ها مطرح شده. از جمله الگوریتم معروف اپریوری، الگوریتم فریکوئنت پترن گروز و الگوریتم ورتیکال دیتا فرمت اپروچ. مهمترین و اولین الگوریتمی که مطرح شده الگوریتم اپریوری است. ما این رو توضیح میدیم و دوتای بعدی که منشأ از اون هستن ما در این ویدیو توضیح نمیدیم. علاقمندان میتونن از کتاب این رو بخونن. پس الگوریتم اپریوری به صورت Candidate Generation and Test Approach یه الگوریتمیه که در ادامه توضیح داده خواهد شد. خب یه خاصیت مهمی توی فریکوئنت پترن ها ما داریم، بهش میگن خاصیت دانوارد کلوزر پراپرتی. این خاصیت میگه که any subset of a frequent item set must be frequent. یعنی چی؟ یه مثال نگاه کنید. اگر برد، میلک و چیز فریکوئنت باشه، یعنی از مین ساپورت بزرگتر باشه ساپورتش، اون وقت زیر مجموعه این مثلا برد و میلک، هر زیر مجموعه حالا یه دونش رو نشون داد، هر زیر مجموعه از این مثل برد و میلک یا برد و چیز یا میلک و چیز، هر کدوم اونها هم فریکوئنت هستند. چرا؟ معلومه اگر برد، میلک و چیز از 100 تا ترانزکشن فرض کن توی 60 تاش اومده باشه، اون وقت برد و میلک به تنهایی از 100 تا تو چند تا اومده؟ قطعا این علامت سوال، یا اگر بذاریم مثلا x، این x قطعا بزرگتر مساوی 60 هست. چرا؟ چون سه تا آیتم با هم 60 بار اومدن. خب طبیعیه دو تا آیتم با هم که از 60 بار چیه؟ بیشتر یا مساوی باید اومده باشن. پس وقتی این 60 صدم فریکوئنت هست، قطعا x صدم هم چیه؟ فریکوئنت خواهد بود، چون از 60 صدم بزرگتر یا مساوی خواهد بود و 60 صدم هم چون فریکوئنت هست از مین ساپورت بزرگتر مساوی. مین رو هم فرض کنم همون 50 صدم گرفتیم. خب این از خاصیت کلوزر، داونوارد کلوزر پراپرتی. خب این خاصیت به چه درد ما میخوره در ادامه؟ این خاصیت به چه درد ما خواهد خورد؟ خب این خاصیت به این صورت به درد ما میخوره، در پایین توضیح دادیم. If there is any item set which is infrequent، اگه یه آیتم ست x not frequent infrequent باشه، یعنی مکرر نباشد، اون وقت سوپر ست هاش هم اینفریکوئنت هستند. آنگاه وای بزرگتر از
x چی هست؟ نمیتونه فریکونت باشه. وقتی ایکسی که کوچکتر نیست، اون وقت وای بزرگتر از اون نمیتونه فریکونت باشه. پس وای is infrequent. فلزا نباید تولید بشه. پس اگر x فریکونت نیست، الگوریتم اپریوری از پایین به بالا معمولا پیدا میکنه فریکونت ها رو. از تک عضوی ها شروع میکنه، بعد دو عضوی ها، سه عضوی ها الی آخر. وقتی یه دو عضوی فریکونت نباشه، سه عضوی هایی که سوپر ست اون هستن قطعا نیستن. همون داونوارد کلوزر پراپرتی هستش دیگه، توضیح دادیم. خب الگوریتم به این صورت کار میکنه. الگوریتم اپریوری میاد و در ابتدا دیتابیس رو اسکن میکنه یه بار برای اینکه فریکونت آیتم های یه عضوی رو پیدا کنه. گفتم از تک عضوی ها شروع میکنه، به سمت بالا میره. بعد از روی یه عضوی ها، از ترکیب اونها دو عضوی ها رو پیدا میکنه، فریکونت های دو عضوی. از ترکیب دو عضوی ها سه عضوی ها رو پیدا میکنه و الی آخر. از ترکیب کا عضوی ها، آیتم ست های با کا عضو، آیتم ست های با کا به اضافه یک عضو رو تولید میکنه. خب بعد میاد از روی کا عضوی های فریکونت، کا به اضافه یک عضوی هایی که کاندیدای فریکونت بودن هستن رو پیدا میکنه و بعد میاد تست میکنه این کاندیداها رو. اگر از مین ساپورت بزرگ بودن، اونها رو فریکونت حساب میکنه، اگر نبودن حذف میکنه و این کار رو اونقدر تکرار میکنه تا ترمینیت بشه. در ادامه با مثال توضیح خواهیم داد. مثال، این مثال ساده رو نگاه بکنید. ترانزکشن دیتابیس ما حاوی 4 تا ترانزکشن هست. خب میایم تمام آیتم هامون رو که ما تو مجموعه داریم ابتدا لیست میکنیم. A, B, C, D, E. یک بار دیتابیس رو اسکن میکنیم، فرست اسکن، و با این یه بار اسکن تعداد مواردی که آیتم ست A اومده رو میشمریم و B رو و C رو و D رو و E رو. خب این کار به این صورت هست. معمولا ترانزکشن اول رو نگاه میکنن و مقایسه میکنن با کل این آیتم ست ها، ببینن کدوم یک از این آیتم ست ها زیر مجموعه این ترانزکشن هست. خب اولی هست، بذارید من یه لحظه پاک بکنم. اونهایی که زیر مجموعه این ترانزکشن اول هستن رو علامت میزنم. اولی هست، دومی نیست، سومی هست، چهارمی هست. پس ابتدا کانت اینها از صفر شروع میشه. با دیدن این کانت اینها یک میشه. بعد ترانزکشن دوم اسکن میشه. بی هست، این میشه یک. سی هست، این میشه دو. ای هست، این میشه یک. بعد بعدی خونده میشه و اینا باز A زیاد میشه، B زیاد میشه، C زیاد میشه و E هم زیاد میشه و بعد آخری B و E. B میشه 3، E هم میشه 3 و نهایتا مشاهده میکنید مقادیری که به دست اومدن 2 3 3
2 3 3 1. اگه مین ساپورت رو برابر 2 بگیریم، اونایی که بیشتر از 2 هستن اولی، دومی، سومی و پنجمی است. دی حذف شده. در نتیجه کاندیدهای یه عضوی اینا بودن، این 5 تا بودن. اونهایی که فریکونت واقعی هستن این 4 تا میشن. کاندیداها اونایی هستن که ممکن هست از مین ساپورت بیشتر بشن، ولی نهایی ها اونایی هستن که واقعا بعد از این شمارش به دست اومد. این کاندیداها در حقیقت قبل از شمارش بوده. ما قبل از شمارش حدس میزنیم کدوما باشن، بعد از شمارش کدوما میشن. این بعد از شمارش هست، این قبل از شمارشه. خب الان مرحله دوم رو نگاه بکنید. گفتیم از روی فریکونت های عضوی کاندید های دو عضوی تولید میشن. چجوری؟ L1 رو با خودش ترکیب میکنیم، میگیم A با B یه کاندید دو عضویه، A با C، A با E. بعد میریم سراغ B، B با C، B با E. و بعد سراغ C میریم، C با E هم میتونه کاندید باشه. تمام ترکیب های یه عضوی با هم میتونه نوشته بشه کاندید دو عضوی هستن. خب الان یه بار دیگه اسکن میکنیم دیتابیس رو، سکند اسکن، یعنی یه بار از اول دوباره ترانزکشن دیتابیس رو نگاه میکنیم تا بشمریم تعداد دفعات رو. باز همونطوری که گفتم اولی رو برمیداریم، کانت این رو برابر 0 میذاریم، همشون رو بررسی میکنیم این سوپرست کدوما هستش. ACD سوپرست اولی نیست، سوپرست دومی هست، سوپرست سومی نیست، چهارمی نیست، پنجمی نیست، ششمی نیست. پس فقط سوپرست اون یه دونه هست، سوپرست AC. خب خوش ببینید الان CD و AD تو دوزویا نیومده ها. چرا نیومده؟ برای اینکه اصلا خود D توی عضویای فریکونت نیست. D اینجا نیست. از ترکیبات دی هم هیچ کدوم نیومدن. طبیعیه وقتی دی خودش فریکونت نیست، سوپرست های دی یعنی دو عضوی هایی که حاوی دی هستن نباید فریکونت باشن. غیر ممکنه یه دونه سوپرست دی بتونه فریکونت بشه. از یه بار بیشتر قطعا نیومده سوپرست های دی. خب بعد از اسکن دوم اومده شمرده. اولی یه بار هست، دومی دو بار، یه بار. خب اونایی که بیشتر از دو بار بزرگتر یا مساوی دو بار هستن این سفیده هستن، اینا رو کشونده بیرون از کاندیداهای دو عضوی و L2 یعنی فریکونت های دو عضوی رو نمایش میده. این 4 تا آیتم ست فریکونت های دو عضوی هست. الان از روی این ترکیب L2 با خودش کاندیدهای سه عضوی باید تولید بشه. چجوری ترکیب میشن؟ این مرحله رو خوب دقت بکنید یه لحظه. اولا ما فرض میکنیم که این آیتم های داخل هر آیتم ست بر اساس ترتیبی نوشته شدن. فرض کنید ترتیب الفبایی باشه. ببینید تو هر آیتم ستی حرف اول از حرف دوم کوچکتر یا مساوی است. A C B C B E C. خب ما میاییم یه دونه دو عضوی رو با یه دو عضوی وقتی ترکیب میکنیم که آخرین عضوشون با هم متفاوت باشه، اولیشون با هم برابر باشه. AC پس با هیچ کدوم نمیتونه ترکیب بشه چون با هیچ کدوم از اینها اولیش برابر نیست. اینه که AC رو اصلا نمیتونیم با هیچ کدوم ترکیب بکنیم. خب BC چطور؟ با اونی که اولش B هست با BE میتونه ترکیب بشه. خب
اول هر دوتا بی هست، بی نوشته میشه. بله. خب بی نوشته شده. بعد سی ای باید نوشته بشه. خب به ترتیب الفبا نوشته میشه، سی و ای. بی سی ای. خب ادامه میدیم. بی سی با سی ای ترکیب نمیتونه بشه. دوستان الان شاید به من خورده بگیرن، بگن آقا عضو مشترک دارن. درست، عضو مشترک دارن. گفتیم اولشون مشترک باشه. خب بی، این اولش بی هست، این اولش سی هست. و در ثانی حتی اگر بر اساس اون ترکیب بکنید هم میشه بی سی، اینجا سی ای هستش، بی سی ای. خب بی سی ای رو من نوشتم قبلا، به این خاطر اینا رو ترکیب نکردم، برای اینکه تکرار خواهد شد. اگر قرار هست بیاد قبلا اومده. خب میرم سراغ بی ای. اینو با عناصر بعد خودش مقایسه میکنم، با قبلی ها نمیکنم، چون قبلی ها رو با این یه بار کردم دیگه. بی ای با بعدیه ترکیب نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه این اولش بی هست، این اولش سی هست، اصلا بررسی نمیکنیم. حتی گفتم اگه ترکیبم بکنید الان بی سی ای، بی سی ای قبلا اومده، پس نیاز نیست دوباره بررسی بشه، فقط اونایی که اولشون برابر هست. خب نهایتا این سه عضوی تولید شد. این سه عضوی کاندید هست فعلا. برای اینکه مطمئن بشیم فریکوئنت هست یا نه باید شمارش انجام بشه. یه بار ترانزکشن دیتابیس رو دوباره اسکن میکنیم. بی سی ای رو میشمریم یه بار، دو بار اومده، چون مین ساپورت 2 هست پس اینم فریکوئنت سه عضویه. دیگه کار رو نمیتونیم ادامه بدیم، برای اینکه من توی ال3 فقط یه عضو دارم. من تو ال3 فقط یه عضو دارم و یه عضو دیگه با خودش که ترکیب نمیکنم. معمولا وقتی ترکیب میکنیم هر عضو رو با عضوی دیگر بررسی میکنیم، نه با خودش. AC رو با این بررسی کردیم، دیدیم با هیچ کدوم نتونست ترکیب بشه. BC رو با ای و ای بررسی کردیم، با یه دونش ترکیب شد و اون یکی نشد و الی آخر. پس ما هر عضو خب اینجا الان یه عضو داریم، اینو دیگه با خودش که بررسی نمیکنم، با خودش ترکیب بکنم خودش میشه رو. خب فریکوئنت های ما به دست اومدن. تک عضوی ها اینا هستن، دو عضوی ها اینا هستن، سه عضوی هم اینا هستش. این الگوریتم اپریوری بود. الگوریتم به صورت سودوکد هم اینجا نوشته. CK کاندیداهای به طول کی هست، LK فریکوئنت های به طول کی هست. و اول L1 رو میسازیم، فریکوئنت های تک عضوی. این سخت نبود، این ساده بود، با نوشتن آیتم ها و شمارش اونها یه بار اسکن دیتابیس به دست میاد. میاییم کی از 1 تا وقتی که LK توهی نشده تکرار میکنیم. خب از روی LK ها Candidate Generation from LK میشه کاندید های سی کی به اضافه 1، یعنی از رو L1 C2، بعد از رو L2 C3 و الی آخر. چنین وضعیتی خواهد شد. منتها خب اجازه بدید از رو LK CK به اضافه 1 ساخته شد. خب بعد این عناصر داخل CK به اضافه 1 رو باید تست بکنیم، ببینیم کانتشون چقدر هست. این همون اسکنی است که رو دیتابیس انجام میشه. For each transaction T in database do. کانت اعضای داخل CK به اضافه 1 که در این ترانزکشن T هستن یه دونه زیاد میشه، اینکریمنت میشه. خب شمرده میشه. پس نهایتا به ازای همه ترانزکشن ها این عملیات انجام میشه. این قسمتی است که اون کانت رو انجام میدیم و میشمریم. اعضایی از CK به اضافه 1
که از مین ساپورت بزرگتر هستن توی LK به اضافه یک قرار میگیره. K یه دونه زیاد میشه. اگر LK مخالف توهیست دوباره این عملیات تکرار میشه. نهایتا مجموعه LK های مختلف به ازای K مساوی 1 تا آخرین K که وجود داره پیدا میشه و به عنوان فریکوئنت پترن برگردونده میشه. این قسمت ببینیم چجوری کار میکنه. قسمت ساختن CK به اضافه که از رو LK. البته توی اسلاید قبلی توضیح دادیم، یک کمی هم تو اسلاید بعد با دقت بیشتر توضیح میدیم. به صورت کد نوشتیم. خب برای ساختنش کدی که نوشته شده How to generate candidates. سلف جوین میکنیم LK رو با خودش، بعد پرونینگ انجام میدیم. این پرونینگ تو مثال قبلی نبود. این پرونینگ رو اجازه بدید بگیم چه جوریست. خب با یه اگزمپل فرض بکنید L3 برابر این هست. از روی این میخواییم C4 رو تولید کنیم. کاندیدهای 4 عضوی رو از روی فریکوئنت های 3 عضوی کاندیداهای 4 عضوی رو میخواییم پیدا کنیم. خب گفتم الان این 3 عضوی رو با بقیه 3 عضوی بعد از خودش، یعنی با این و این بررسی میکنم. اولشون تنها عضو اول نه، n منهای یک عضو اولشون برابر عنصر انومشون میتونه مخالف هم باشه. یعنی دوتای اول این با دوتای اول کدوم برابره؟ فقط عضو آخرشون میتونه متفاوت باشه. خب این ABC هست، این ABD هست. دو عضو اولشون برابره، عضو آخر متفاوت با هم میتونن ترکیب بشن. حاصل این دوتا AB مشترک CD در آخرش میاد. خب این از این. الان پس یه دونه تولید شد تو C4. اینو با این در نظر میگیریم. دو حرف اول این AB هست، این AC هست، ادامه نمیدیم. با این یکی این AC هست، ادامه نمیدیم. این BC هست، ادامه نمیدیم. تموم شدیم. میریم سراغ این دفعه دومی و این رو با عناصر بعد از خودش مقایسه میکنیم. اولش AB هست، با این نمیشه، با این نمیشه، با اینم نمیشه. میریم سراغ سومی. با این ترکیب میتونه بشه ACD ACE میشه ACDE. با این نمیشه، با آخری. این با آخری نمیشه. و نهایتا میرم سراغ چهارمی ACE BCD. AC هست، این BC هست، با هم برابر نیستن، ترکیب نمیشن. خب دو تا کاندید تولید شد در 4 عضوی ها. مرحله پس سلف جوینینگ انجام شد. مرحله پرونینگ چجوری است؟ مرحله پرونینگ طبق همون کلوزر پراپرتی داونوارد کلوزر گفتیم اگر این فریکوئنت باشه زیر مجموعه های 3 عضوی این هم از جمله ABC، از جمله BCD، از جمله ACD، از جمله آره دیگه چند تا 3 تا هستش ABC ACD BCD. یه دونه دیگه هم باید باشه، نه 3 تا باید باشه دیگه. یه بار اینو حذف میکنیم میشه BCD، اینو حذف میکنیم میشه ACD، اینو حذف کنیم ABD، بله ABD هم هست، اینو حذف کنیم میشه ABC. 4 تا هست. خب همه اون 4 تا باید توی سه عضویا باشن. خب آیا هر 4 تا هستن تو سه عضویا؟ ABC هست، A رو یه بار حذف میکنم BCD هست یا نه؟ هست. B رو حذف میکنم ACD هست. C رو حذف میکنم ABD هست و D رو حذف میکنم ABC هست. پس همه سابست های این هستن. این منتقل میشه به مرحله بعد ABCD. ACDE چطور؟ سابست هاشو نگاه میکنم. A رو حذف میکنم CDE. CDE نیست.
پس این منتقل نمیشه به مرحله بعد، چون سابست های سه عضوی این فریکونت نیستن همشون. شاید بعضی هاشون باشه، مثلا C رو حذف کنید ADE هم اتفاقا نیست. D رو حذف کنم ACE هست، اما خب همشون باید باشن. پس اینه که این از فریکونت ها حذف شد. فریکونت های من فعلا ABCD مون. تازه این فعلا هنوز عمل کاندیدیت جنریشن است. مرحله بعد اینه که کانت بکنیم این رو، L4 رو از روی این پیدا کنیم. چجوری؟ الگوریتم رو تو صفحه قبل توضیح داده، میگه چجوری هستش. خب تو صفحه قبل اینجا توضیح دادیم. کانت میکنیم، مرحله کانت هست، بعد L4 از رو C4 به دست میاد. خب این پیاده سازی SQLش هست. مرحله کاندیدیت جنریشن رو به صورت SQL نوشته، سلف جوینینگ رو. استپ 1 و استپ 2. insert into CK p.item 1 p.item 2 p.item کیمنها 1 و q.item کیمنها 1. ال کیمنها 1 رو داره با خودش جوین میکنه. from ال کیمنها 1 p ال کیمنهای q، یعنی q و p دو دونه تاپل از ال کیمنها 1 هستن، با هم جوین بشن تحت این شرایط. شرط چی است؟ شرط اینه که عضوای اولشون برابر باشه، عضوای دوم برابر، تا یه دونه مونده به آخر برابر باشه. آخریا پی کوچکتر از کیو هست. اون وقت ترکیب میشه، عضوای اولشون نوشته میشه، عضو آخر هر دوتاشون نوشته میشه. خب این از مرحله ترکیب، استپ 1 جوینینگ. اما استپ 2 چی است؟ پرونینگ هست. هر کاندید المنت داخل این تمام سابست هاش، تمام کیمن های سابست هاش باید عضو ال کیمن ها 1 باشه. اگه یه دونش نباشه اون وقت دیلیت میکنیم از اون سی کی اون رو. پس هر کدوم از یه سابست این موجود نبود، از مجموعه سی کی اون سی رو پاک میکنیم. اینم از پیاده سازی کاندیدیت جنریشن. خب قسمت کانتینگ رو ما توضیح دادیم چجوری کانت میکنیم. منتها الگوریتمی که برای کانتینگ گفتیم الگوریتم خوبی نبود، بد بود نسبتا. بذارید مثال رو دوباره بیارم نگاه بکنید. من در کانتینگ گفتم ترانزکشن اول رو میارم و بعد نگاه میکنم ببینم شامل کدوم یک از اینها هست. خب اگه تعداد اینا زیاد باشه که معمولا هم هست، اون وقت این کار هر کدوم از اینها رو باید بررسی کنم سابست این هست یا نه، خودش وقتگیر هست. خب البته الگوریتم اپریوری دو سه جای وقتگیر داره. من اجازه بدید همینجا توضیح بدم کجاها هست این وقتگیرها، بعد پیشنهادهایی شده برای بهبود این الگوریتم. یکی از مراحل وقتگیرش این اسکن هست. هر دفعه ترانزکشن دیتابیس از اول تا آخر اسکن میشه تا این کانت ها به دست بیاد. فرست اسکن، سکند اسکن، ترد اسکن. تو دیتابیس های بزرگ اگه آیتم ست های ما از 3 عضوی هم بیشتر باشه، این 3 عضوی از 3 عضوی هم بیشتر باشه، هی باید اسکن بره جلو. به ازای هر سری پیدا کردن LI یه اسکن نیاز هست. خب این تعداد مراحل اسکن زیاد باشه وقتگیر هست و الگوریتم طولانی میشه. مرحله بعدی وقتگیری همین محاسبه این اعداد هست، این کانت ها هست. هر دفعه اسکن میشه تو این کانت ها حساب بشه و بعد برای کانت هم هر ترانزکشن رو در مقابل همه آیتم ست ها باید بررسی بکنیم، هر کدوم رو. خب این خودش یه مرحله وقتگیره. فعلا یه بهبودی برای این
مطرح میکنیم. برای اون یکی حالت ها بهبودهایی قطعا مطرح شده، منتها دیگه اونها رو ما توضیح نمیدیم. بهبودی که برای این شمارش بیان شده چی است؟ میگه بیایید ما اون آیتم ست ها رو در داخل یه استراکچر هش قرار دهیم. اون کی آیتم ست هامون رو، مثلا 3 آیتم ست ها یا 2 آیتم ست ها رو در یه هش استراکچر قرار بدیم. در یه دونه تیبل ساده نذاریم، در یه هش بذاریم. خب بعد وقتی میاییم هر ترانزکشنی رو نگاه بکنیم و بعد بریم این ترانزکشن رو تو اینجا بررسی کنیم، ببینیم آیا این یه دونه زیاد بشه یا نه، آیا این سابست این ترانزکشن هست یا نه، همه اینها رو لازم نیست بررسی بکنیم، بعضیاشون رو. پس این هش استراکچر ما باید طوری باشه که با هش گرفتن از این معلوم بشه این به کدوم باکت ها میفته. اون باکت هایی که این بهشون میفته فقط اونها رو ما بررسی بکنیم، ببینیم سابست این هستن یا نه، اونها رو زیاد بکنیم، اصلا بقیه رو چک نکنیم. اینو دیگه چک نمی کنیم، اینم نمی کنیم. چرا؟ چون هش این ردیف تو این دوتا افتاده، فقط تو 1 و 3 افتاده، تو 2 و 4 نیفتاده. خب این چجوریست؟ بذار یه دیتیل بیشتر توضیح بدیم. خب یه دونه تابع هش خیلی ساده گرفتیم تو اینجا، مود 3 هست. اینو هش تری استراکچر بهش میگن. مود 3 چی هست؟ شما هر عددی که میاد، مثلا عدد فرض کن نمیدونم 5، باقی ماندهش بر 3 پیدا کن. خب باقی مانده بر 3 میشه 2. شاخه سمت چپ رو 1 گرفتیم، اینو 2 گرفتیم، اینو 3 گرفتیم، یا همون 0 گرفتیم. خب این بر باقی ماندهش بر 3، چون 3 تا شاخه داره باقی مانده بر 3 پیدا میکنم. چون باقی مانده بر 3 2 شده، اومده به این شاخه 5. 7 کجا میره؟ 7 هم خب باقی ماندهش 1 هست، به این ور میره. 9 کجا میره؟ 9 باقی ماندهش 0 به این ور میره. 3 هم این ور اومده، 6 هم این ور اومده. خب الان بر اساس این، خب اینجا بس اعداد بین 1 تا 9 رو تو این درخت فرستاده به شاخه مناسب. خیلی خوب، الان فرض کنید به جای عدد مجموعه داشته باشیم، مجموعه 3 عضوی. تو کدوم شاخه میره؟ بر اساس عضو اولش نگاه میکنیم. عضو اولش 1 هست، میره به این شاخه. 1 4 5. مجموعه 1 2 4 هم میره به این. مجموعه 4 5 7 هم میره به این. 1 2 5 هم میره. 4 5 8 هم میره. همه اعضای اولشون رو فقط نگاه میکنیم. 1 هست، 1 هست، 4 1 4 1 1. این هم پس اینها هم همشون میرن به سمت چپ. این اولش 2 هست، این 5 هست، اینا هم با هم میرن یه جا. این 3 هست، این 3 هست، این 3 هست، این 6، این 3 هست، این 3 هست، اینا هم با هم میرن. خب درختی که ساخته میشه این درخته. اینها رو فرستاده. این درخت نهایی اینجا نوشته. طرز ساختن این درخت نهایی رو من الان در ادامه توضیح میدم. خب تابع 8 رو باز این فرض کنید، همین رو تا آخر همین تابع 8 رو فرض کرده دیگه، لازم نیست من هی تکرار بکنم. ولی خب این ستایی ها رو گفتیم که همه اونایی که اولشون 1 یا 4 یا 7 هست اومدن به شاخه چپ. مشاهده میکنید همه اونهایی که با 2 یا 5 یا 7، 2 یا 5 یا 8 بله شروع میشن، میان به وسط، و همه اونهایی که با 3 یا 6 یا 9 در حقیقت
شروع شدم میام به این ور 3 4 5 3 5 6 و الی آخر. خب این درخت رو ما ادامه میدیم، نمیخوایم، ما میخوایم اندازه باکت هامون از اینم کوچک، الان هر کدوم از اینها رو بهش میگن یه باکت. من میخوام باکت هام از اینم کوچکتر باشه. خب چیکار میکنم از این کوچکتر بشه؟ یه بار هم همین عملیات این شبیه این رو توی این نود انجام بدم، منتها این دفعه نه با اعضای اول، چون با اعضای اول بدم همشون میرن باز به یه سمت دیگه. این دفعه با عضو دوم این کار رو بکنم. خب 4 میره به شاخه چپ، 3 میره به راست، 2 میره وسط، 5 میره وسط، 2 میره وسط، 5 میره وسط، 5 میره وسط. ببین چه اتفاقی میفته. صفحه بعد تولید میشه. بله، این اومده به چپ، این 5 تا وسط موندن و این یه دونه هم به راست رفته. اینجا 2 تا بود، دست نمیزنم، میگم آقا حد اکثر 3 تا باشه توی باکت. این ور 6 تا هست، اینم باید بشکنمش بر اساس عضو دوم. خب بر اساس عضو دوم این هم باز زیاد هست. بر اساس این دفعه این رو بر اساس کدوم عضو، چون بر اساس عضو دوم شکوندیم دیگه، همشون یه جا اومدن. اینو بر اساس عضو سوم باید بشکنیم. 4 بره به چپ، 7 بره اونور، 5 بره وسط، 8 بره وسط، 9 بره به راست. پس یه دونه به راست، 2 تا وسط، 2 تا چپ. اجازه بدید نگاه کنم. بله، 2 تا چپ، 2 تا چپ، 2 تا وسط، یه دونه راست. بر اساس عضو سوم هست. الان نوبت این هست، این رو ادامه میدیم بر اساس عضو دوم این دفعه، چون این مرحله دومش هست دیگه. این قسمت هنوز بعد از اولین شکست مرحله دوم هست، بر اساس عضو دوم باید بریم جلو. خب اینو بر اساس عضو دوم شکوندیم. 4 این ور اومده، 5 و 8 اینجا اومدن، 6 هم. خب خوشبختانه الان دیگه ما هیچ برگی بیشتر از 3 تا آیتم ست نداریم. اینجا یه آیتم ست داریم، 2 تا آیتم ست، 2 تا آیتم ست، یه دونه آیتم ست، یه دونه 2 تا، یه دونه 3 تا و 2 تا. خیلی خوب. این از هش کردن آیتم ست هامون. آیتم ست های 3 عضوی رو هش کردیم به یه درخت. الان میریم و ترانزکشنمون رو بررسی بکنیم. خب ترانزکشنی اومده، فرض کن تو ورودی این هست. الان این ترانزکشن میخوایم ببینیم تو کدوم باکت ها باید بررسی بشه، تو کدوم ها هم نشه. خب میگیم آقا این ترانزکشن چون به ترتیب نوشته شده، زیر مجموعه های 3 عضوی این کدوم ها هستن. خب سخت نیست پیدا کردنشون. اگه اونایی که یک شاملشون هست، فرض کنید یک حتما عضو ستایی باشه. خب یک رو میذاریم کنار، میگیم یک هست، از بین بقیه 2 تا باید انتخاب بشه. خب تو وسط یک نیست. تو قسمت وسط فرض شده حالتی که این درخت با اون درخت فرق میکنه. این درخت نیست، این فقط داریم 3 عضوی ها اینو میسنجیم. حالت الان بعدی حالتیه که ما 2 رو حتما داریم، از بین بقیه 2 تا انتخاب بشه. خب چرا از بین یک و اینها نمیگیم؟ برای اینکه حالتی که یک انتخاب شده تو سمت چپ همه حالتهاش بررسی شده دیگه، یک رو تو این وسط کلا گذاشتیم کنار. خب پس فرض میکنیم 2 حتما باشه، از بین بقیه هم 2 تا. خب یه حالت هم اینه که بگیم 2 هم کنار، از 3 حتما باشه، از بین بقیه 2 تا. خب یه حالت هم اینه که 3 اصلا نباشه. خب 3 اصلا نباشه، 2 هم نباشه، 1 هم نباشه، 5 6 که 2 تا دو عضوی میشن. ما 3 عضوی ها رو میخوایم پیدا کنیم، کمتر از 3 میشه اصلا بررسی نمیکنیم. پس اینه که حد اکثر تا
دو تا مونده با آخر رو بررسی کردیم که سه عضوی میتونه بسازه. خب این حالت که خیلی ساده است، سه هست، از بین 5 6 هم دوتا. خب معلومه خود 5 و 6 حتما باید باشن دیگه، این که 3 5 6 میشه. اما تو این حالت دو هست، از بین اینا دوتا. خب از بین اینا دوتا خب مثل ریکرسیو هست دیگه، از بین 3 5 6 دوتا میخوایم انتخاب کنیم. خب یه حالت اینه که 3 حتما باشه، از بین 5 و 6 یه دونه. یه حالت اینه که 3 نیست، 5 حتما هست، از بین 6 یه دونه. خب این از بین 6 یه دونه که خودش حتما باید باشه. از 5 و 6 یه دونه یا 5 باید انتخاب بشه یا 6 و الی آخر. اینا هم اونطوری بررسی میشن. خب پس تمام سه عضویای زیر مجموعه این آیتم ست رو میتونیم اینطوری پیدا بکنیم. الان بریم روشی که در حقیقت یه ترانزکشن رو توی بله مهم اینجا بود. الان فرض بکنید شما اون دو اسلاید قبل رو داریم، این که نه، این بله. خب ما اینجا اومده بودیم تمام کاندیدهای سه عضوی رو توی 8 استراکچر گذاشته بودیم. در 8 تمام کاندیدهای سه عضوی فرض کن، همون فرض کن C3 هست. خب C3 های ممکن فرض کن اینها هستن، به جای اینکه به صورت فلت ذخیره کنیم اینطوری آوردیم توی درخت ذخیره کردیم. خب الان یه ترانزکشنی هست این ترانزکشن میخوایم این رو توی این هم همون C3 ها هستن، تمام اعضای C3 اینجا همون درخت هست که رنگ و بو بهش داده. میخوایم بررسی کنیم ببینیم ترانزکشن تو کدوم که از اینها باید بررسی بشه. خب همون کاری که توی اسلاید قبل انجام دادیم برای بردن این به چپ و راست و اینها انجام میدیم، یعنی همین کاری که تو اینجا انجام شد. گفتیم یه فرض کنیم یک باشه حتما، از بین بقیه دوتا. دقیقا همون کار رو میکنیم. خب میگیم یک حتما باشه، از بین این بقیه دوتا. یه حالت اینه که یک نباشه، دو حتما باشه، از بین بقیه دوتا. یه حالت هم اینه که دو هم نباشه، سه باشه، این حالته، از بین بقیه دوتا. پس این ریشه است. اینو گذاشته تو ریشه. این سه حالت که توضیح دادم اینا هستن. حالت اول یک حتما باشه، این نوت هست. دو حتما باشه، این نوت هست. سه حتما باشه، از سه به بعد. اون سه عضوی از سه به بعد باشه، از دو به بعد باشه، از یک به بعد باشه. خیلی خوب. خب اگه یک حتما باشه باید بریم به شاخه چپ دیگه، دو هم حتما باشه باید بریم به شاخه وسط، سه حتما باشه باید بریم به این باشه. خب حالا میریم سراغ ادامه. از این 4 تا دو عضو باید باشه. خب یه حالت که دو حتما باشه. خب دو حتما باشه یعنی یک هست، دو هم باشه. خب دو عضو دوم بود، کدوم شاخه باید بریم؟ وسط باید بریم. اگه دو نباشه، سه حتما باشه، به کدوم باید بریم؟ باید بریم به راست. خب اگه سه نباشه، 5 باشه، باید کجا بریم؟ چون دو تا عضو میخوایم. خب اگر دو حتما باشه، از بین بله اینجا بودیم، زد پاک کنیم. خب یک که بود اومدیم به چپ. خب از بین بقیه دو تا باید انتخاب کنیم. اگر دو انتخاب میشه باید بریم به این ور. اگر دو هم نیست، سه انتخاب میشه، باید بریم به این ور. اگه سه نیست، 5 انتخاب میشه، باز باید بریم به این وسط. دیگه 6 به تنهایی نمیتونه باشه، فقط 6. هیچ کدوم از اینا نباشن 6 باشه، چون دو عضو باید حداقل باشه دیگه. پس اینی که
2 عضو باید باشه، میتونه 2 3 6 باشه. خیلی خوب. ببینید به چپ دیگه نرفتیم، چپ بسته شد، به باکت چپ نرفتیم، اومدیم به این و این. اسلاید بعدی نشون داده. بله، اومدیم به این وسطی. 2 حالت امکان داره به وسطی بیاییم، 1 و 2 و 1 و 5، و یه حالت هم داره که به سمت راستی بریم، 1 و 3 است. خب الان تو این کدوم رو باید بریم؟ این حالت، این 2 تا حالت به این نقطه اومدن رسیدن، این 2 حالت. خب اگه 6 انتخاب بشه باید بریم به کدوم شاخه؟ شاخه سوم. خب تو این حالت چجوری است؟ 1 و 2 انتخاب شدن، بین 3 5 6 باید انتخاب بشه. خب یه دونه انتخاب بشه بین 3 5 6. 3 اگر انتخاب بشه باید بریم به راست، 5 انتخاب بشه بیایم وسط، 6 انتخاب بشه بریم به راست. یعنی این و این رو ما میتونیم بریم. از اینجا هم که این اومده بود، پس اینم حذف شد. اینم که حذف شده بود، از اسلاید بعدی رو نگاه میکنیم. ببینید این حذف شده، این حذف شده، اینم حذف شده، بررسی نمیشه. اما این بررسی میشه، دورش مربع کشیده، این بررسی میشه، این بررسی میشه. و همون منوال اینم بررسی میشه و این هم باعث میشه این بررسی میشه. یعنی کدوم با کتاب بررسی نمیشن؟ یه دونه 2 تاست، یه دونه 2 تا، 3 تا، 4 تا بررسی نمیشن. و چند تاشون بررسی میشن؟ 1 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. پس از 9 تا باکت 5 تا بررسی میشه، 4 تا نمیشه. این سرعت رو بالا میبره. خیلی خوب. این باعث میشه شمارش ساپورت راحت بشه. اما مشکلات پریوری رو گفتم من بهتون. Major Computational Challenges، چندین اسکن رو دیتابیس. خب این یه چالش هست. Huge number of candidates، تعداد زیاد کاندیداها، و tedious workload of support counting، همین که الان توضیح دادیم، شمردن کانت سخته. که برای همه اینها پیشنهادهایی شده که ریدیوس بکنه تعداد پس ها و در تعداد دفعاتی که روی اون دیتابیس اسکن میشه، تعداد کاندیداها کمتر بشه، شرینک بشه، و نهایتا شمارش ساپورت فسیلیتیت و راحت بشه، که ما دیگه این ایمپروومنت ها رو توضیح نمیدیم. میرسیم به آخرین بحث این فصلمون، این که کدوم الگوها جالب هستن برای ما. آیا وقتی ما الگوهایی پیدا میکنیم مثل رول هایی پیدا میکنیم مثل این، مثلا بسکتبال آنگاه ایت سیریل، یعنی هر کسی بسکتبال بازی میکنه غلات هم میخوره، فرض کن ساپورتش از 40%، کانفیدنسش هم 66.7%. آیا این رول با این ساپورت و این کانفیدنس خوبه یا بده؟ خب ساپورتش نسبتا خوبه. معمولا تو سیستم های واقعی ساپورت رو کم میگیرن، مخصوصا وقتی تعداد رکوردها خیلی زیاد باشه. کانفیدنسش هم بد نیست، اما یه بدی هست. نگاه کنید، شما برید تو این تیبل نگاه بکنید، تعداد کل رکوردهای ما 5000 تا است، تعداد اونایی که سیریل میخورن 3750، یعنی تقریبا 75%. در حالی که اونایی که بسکتبال بازی میکنند تو اونها 66% سیریل میخورن. خب پس این رول خوبی نیست، برای اینکه از اون 75% نرمال خیلی کمتر هم هست تازه. خب یه رول خوب رولیه که از این حالت نرمال بیشتر باشه اون موقع. پس عکسش ظاهرا رول خوبی هستش. عکسش چی هست؟ not play basketball آنگاه ایت سیریل، که این ساپورتش 35%، کانفیدنسش اینقدر هست. پس به نظر میاد این خوبه.
خب این دقیق تر هست با این حساب. خب ما الان از کجا بدونیم کدوم کانفیدنس، آیا کانفیدنس یه چیزی فرض کنید اینطوری زیاد باشه رول خوبی هست یا نه؟ الان این کانفیدنسش با اینکه زیاد بود ولی رول خوبی نبود، برای اینکه از حالت طبیعی در حقیقت توزیع خود این ایت سیریل کمتر بود. خب آیا معیارهای دیگری هست که به ما کمک کنه ما رولهای خوب رو پیدا بکنیم؟ میگیم بله هست. از جمله مثلا معیاری مثل لیفت. اصولا ساپورت و کانفیدنس، درست ساپورت نشون میده یه رول چقدر در دیتابیس ما تکرار شده، کانفیدنس نشون میده چقدر اعتماد داریم به این رول. ولی اینها خیلی وقتها ریلیشن خوبی بین صفتهای مختلف رو نشون نمیدن. معیارهای خوب دیگه ای هم هستن که این ریلیشن رو به ما نشون بدن. یکی از این معیارهایی که این ریلیشن ما در حقیقت صفتها رو نشون میده معیاری است به نام لیفت. لیفت برابر هست با احتمال آ اجتماعی به تقسیم بر احتمال آ ضرب در احتمال ب. به عنوان مثال لیفت بی و سی. بی اونایی که بسکتبال بازی میکنن، سی اونایی که سیریل میخورند. احتمال اجتماعشون یعنی سیریل و بسکتبال با هم میشه 2000 بر 5000، کل 5000 هست، 2000 تاشون هم بسکتبال هم سیریل میشه 2000 به 5000. تقسیم بر احتمال آ، احتمال بی، احتمال بسکتبال، احتمال سیریل. احتمال بسکتبال چقدره؟ 3000 کل اونایی که بسکتبال بازی میکنن بر 5000 و کل اونایی که سیریل میخونن 3750 بر 5000. این عدد میشه 89. اگه این عدد یک بشه یعنی این اصلا با هم ارتباط ندارن، یعنی این احتمال صورت با احتمال ضرب اینها، یعنی دو تا متغیر با هم مستقلن. اگر این عدد از یک بزرگ باشه ارتباط مستقیم رو نشون میده و اگر از یک کوچکتر باشه ارتباط وارون رو نشون میده. خب این برای این کوچکتر از یک هست، یعنی اینا با هم رابطه وارون دارن. لیفت ناتبی و سی رو پیدا کرده اونایی که بسکتبال بازی نمی کنند. این هست نات بسکتبال. خب 1750 نات بسکتبال و سیریل 1750 و 5000. اونهایی که نات بی هستن بسکتبال بازی نمیکنن کلا چقدره؟ 2000 تا هستن، 2000 بر 5000. اونایی که سیریل میخورن 3750 بر 5000 هست. شوره 1.167 نشون میده که اینجا رابطه مستقیم هست بین بسکتبال بازی نکردن و سیریل. خب این هم یه معیار خوب برای نمایش. توی لیتریچر تعداد زیادی معیار وجود داره، اینجا بعضیاشون رو می‌بینیم. مثلا معیار جینی ایندکس، مثلا معیار ساپورت، کانفیدنس، لاپلاس، کوساین، کوهیرنس، اول کانفیدنس و خیلی معیارهای دیگه. 20 تا معیار هستش که این از جای مثلا کی دو هم کی اسکوئر هم هستش. این 20 تا معیار رو توی اسلاید بعدی مقایسه کرده، صفت‌هاشون رو نوشته کدوم خوبه کدوم بده. 7 تا پراپرتی آورده، بعد هر معیاری کدوم از پراپرتی ها رو دارد کدوم رو ندارد. فرض کن معیار کانفیدنس یا معیار کوساین یا جکارد این خاصیت چهارم او 4 رو هر ستاشون دارند. این خاصیت او 4 یه خاصیت بسیار مهمیه، بهش میگن نول اینوریانس. خب این نول اینوریانس رو ببینیم غیر از اینها کدوما دارند. خب ما توی این اسلاید الان 6 تا معیار آوردیم، از اون 20 تا کی اسکوئر هست، لیفت هست، اول کانفیدنس هست، کوهیرنس هست، کوساین هست، کاکزینسکی هستش، مکس کانفیدنس هست. از این 7 تا معیار دوتای اول
نول اینوریانس نیستن، 5 تای بعدی نول اینوریانس هستن. نول اینوریانس یعنی چی؟ یعنی تو رکورد هایی که ما مقدار آ و ب رو نداریم الان کوساین بین آ و ب است. تو رکورد هایی که ما آ و ب رو نداریم که نول هست یعنی مقدارشون آیا تأثیر میذاره روی اندازه گیری ما یا نه. یه لحظه با این مثال مسئله مشخص میشه. نگاه کنید، دو تا صفت کافی و میلک رو در نظر میگیریم. کسایی که میلک میخورن این ستونه، کسایی که میلک نمیخورن این ستون، کسایی که کافی میخورن این سطره، کسایی که نمیخورن این سطره. این خونه چه چیزی رو نشون میده؟ تعداد کسایی که نه میلک میخورن نه کافی. اینو میگن خونه های نول. ترانزکشن هایی که نه میلک دارن نه کافی دارن. خب اون ترانزکشن ها در حقیقت نه میلک دارن نه کافی دارن. مثلا پنیر داره، نمیدونم توپ داره، بسکتبال، هر چی داره غیر از پنیر، میلک و کافی. خب اصولا ما میگیم تعداد زیادی ترانزکشن میلک و کافی ندارن، پس اون ترانزکشن ها نباید توی اندازه گیری رابطه میلک و کافی مؤثر باشن. اینه که اون ترانزکشن ها باید تأثیر نداشته باشن. خب جالب هست این 5 تا معیار اون خصلت رو رعایت میکنن. اون ترانزکشن های نول اثری ندارن، اینوریانت هستن، یعنی بی تأثیر هستن. تو این 5 تا معیار ترانزکشن های نول بی تأثیرن، اینوریانس هستن، یعنی تأثیر ندارن. اما تو این 2 تا معیار متاسفانه مؤثر هستن و به این خاطر میگیم این 5 تا معیار پایین از اون 2 تای بالا بهتره. از کی اسکوئر و لیفت هم بهترن این 5 تای پایین. مخصوصا از همه بهتر این کالکزینسکی هستش. خب تو پایین مقایسه علت رو میبینید چرا نول ایمندینس مسئله مهمی هستش. نگاه بکنید توی پایین ما دیتا ست فرض کن 1 داریم، 10,000 تا ترانزکشن میلک و کافی رو با هم دارن. 1000 تاشون فقط کافی داره، 1000 تاشون فقط میلک داره. تو اولی 100,000 تا نه میلک داره نه کافی. تو دومی فقط 100 تا ترانزکشن نه میلک داره نه کافی. خب اصولا ما میگیم اگه نول ایوالنس باشه این عدد مؤثر نیست، اینا با هم مؤثر، اینا مؤثر هستن. خب چون دیتا ست 1 و 2 از نظر این 3 تا ستون اول عین هم هستن، معیار اول کانفیدنس و کوساین اینها عین هم هست. ردیف اول و ردیف دوم با هم برابره. اما برای معیار لیفت نگاه بکنید، ردیف اول 9 و 26 صدم، ردیف دوم 1 هست. با هم زمین تا آسمون تفاوت دارن. یعنی از دید معیار لیفت این خونه تأثیر گذاشته، این خونه روی این تأثیر گذاشته، این خونه هم روی این تأثیر گذاشته. یعنی اون ترانزکشن هایی که میلک و کافی ندارن تو لیفت تأثیر گذاشتن. وگرنه اگه تأثیر نمیذاشت این 3 تا خونه اول که عین هم هستن تو ردیف اول و دوم. خب ببینید این اعداد با هم برابر شدن ولی لیفت برابر نشده. پس نشون میده که لیفت از این ستون اینوریانت، یعنی از این ستون تأثیر گرفته. خب این هم از این بحث و معیارهایی که برای علاوه بر کانفیدنس و ساپورت مهم هستند. سامری خلاصه در حقیقت چیزایی که ما گفتیم توی این فصل، اسوسییشن رول ها رو گفتیم، ساپورت و کانفیدنس رو تعریف کردیم، کلوزد مکس فرنت ها رو تعریف کردیم، بعد اسکیلبل فریکوئنت پترن ماینینگ متد ها رو گفتیم 2 تا متد دیگه هستن که توضیح ندادیم، البته ما بیشتر فقط اپریوری رو ما توضیح دادیم. و بعد معیارهای مقایسه، کدوم رول ها خوب هستن کدوم رول ها بد هستن، گفتیم فقط با کانفیدنس و ساپورت نباشه، میتونیم علاوه بر کانفیدنس و ساپورت معیارهایی مثل لیفت، کی اسکوئر و 5 تا معیار خوب دیگه که الان گفتیم اونها رو هم استفاده بکنیم برای ارزیابی اینکه کدوم رول ها خوب هستند و رول های بد رو میتونیم با این ارزیابی ها کنار بذاریم، بندازیم دور. خیلی ممنون و خسته نباشید.